یک صدمه لوله آب در محله یلسروی پایتخت کوبا به بخچه غیرمنتظره عجیب در میان مومی فرسوده تبدیل یافته از زیربنای فرو ریخته شهر هاوانا شهادت می‌دهد. خبرنگاری ریترز میگوید 3 سال پیش در نزد منزل خوسه آنتونیو فلیتاس و کارمن روزا گوزمن محض در همان جایی که قبور آب و پرتوها به صدمه مواجه شده بود اولین نخل بنان، علف و دیگر رستنی‌ها سر کشیدند. ساکنان محله با خوشحالی تاکید میکنند که طبیعت کمبود خدمات کمونالی را به معجزه تبدیل داده است. این باغ اسفالت کنده شده کوچه و چاه را پنهان میکند. گوزمن بر این نظر است که باغچه بر اثر بی‌توجهی پیدا شده است و خدمات کمونالی بعد ترمیم لوله اسفالت بالای آن را برقرار نکردند. ظاهراً باران بنان را به اینجا آورد و آن ریشه دواند. سپس محیط مناسب برای رستنی‌های دیگر هم فراهم آورده شد. اکنون گوزمن و شوهرش باغبانی را بر دوش گرفتند. فلیتس میگوید ما جانبدار تعمیر و برقرار نمودن مومی کوچه هستیم ولی تا آن زمان باغ را تخریب نمی‌کنیم. ما می‌خواهیم که مقامات آمده کوچه را تعمیر کنند، اما این درخت هم زیبا است. نرخ میوه در بازار گران است. از این رو ما با استفاده از فرصت منتظر حاصل بنان هستیم. وزارت نقلیات کوبا در سال 2024 اعتراف کرده بود که تخمیناً 70% راه‌های این کشور تعمیر طلب می‌باشند.